ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه به ترس از آتش دوزخ که قهر جاودان باشد خوشا آن کس که از فضل الهی در امان باشد مکن ضایع تو عمر خویش را بر کارهای بد که در روز قیامت فعل نیک و بد عیان باشد به شرع احمدی کن استقامت تا شوی آزاد خلاف شرع رفتن مایه نقص و زیان باشد بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی سیدنا الهی ای زبانها از تو گویا جهانی از فروغت گرم و پویا به کوه و جنگل و دشت و بیابان تویی پیداتر از پیدا خدایا خدای قادر سبحان رو متشکر و سپاسگزارم از این که چون این توفیق رو به بنده عنایت فرمود تا در جمع شما جوانان محترم و معزز علمای کرام پدرها و پیرمردهای محترم و بزرگوار و همه عزیزان ارجمند شرف و حضور پیدا کنم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه جوانانی که در جلسه حضور دارند و همه برادرها و خواهرها تبریک و تهنیت عرض می کنم این محفل بسیار باشکوه و خجسته رو خدمت برادر عزیزمان آقای حسن تاک فرزند ابراهیم و خدمت خانواده آقای صالح اسلامی که چنین پیوند نورانی و مبارکی رو با چنین محفل خجسته و قرآنی برگزار کردن امیدوارم که خدای عزوجل این مجلس را قبول و در راستای بیداری اسلامی و احیای جوانان بگرداند از محضر امام جمعه محترم این منطقه و این روستای بسیار بزرگ جناب شیخ عبدالمنعم هم تشکر و قدردانی دارم که چون این فضایی رو تدارک دیدند و قطعاً با زحمات ایشون این همه جوان امشب اینجا جمع شدن و ما شاهد حضور سبز جوانان هستیم.
به هر حال اون چه که مسلمه، ما مدت 1 هفته هست که از خراسان حرکت کردیم و در مراسم متعدد عروسی‌های اسلامی در استان سیستان بلوچستان شرکت نمودیم و چون سفر کاملا زمینی بوده و همش با ماشین مسافرت می کردیم و قرار ما بر این بود که 3 شب در بلوچستان باشیم، ولیکن به علت تعدد جلسات و محفلهای دینی شاید تعداد سخنرانی‌های ما از 15 تا در این هفته هم گذشت و واقعیت الامر انرژی خود ما رو تو بلوچستان گذاشتیم آمدیم اینجا، ولیکن زیادم خوشحال نشید، چون که انشالله حالا انرژی هست که بتونیم با شما هم درد دل بکنیم. قبل از اون در مسیر راه که می آمدم عزیزان بسیار و به کثرت زنگ زدن، بعضی ها گلایه می کردن، چون که استان هرمزگان در این اواخر الحمدلله، البته قبلا هم بوده، به سوی مراسم اسلامی علاقه بسیار شدیدی داشته و دارند و مرتب به کرات و مرات من به بقیه جاهم گفتم که اگر تلفنم روشن باشه، بالاترین کسانی که بالاترین استانی که تماس گیرنده داره و با ما در ارتباط هست استان هرمزگان و جوانان جنوب هست. گلایه کردن که شما به عروسی ما نیامدید، ما 5 تا عروسی 3 تا عروسی، شما یک نصاب گذاشته بودین به این عروسی آقای جوان بزرگوار آقای حسن تاک، چرا برای یک عروسی آمدید؟ من این ذهنیت رو رفع کنم. اول اینکه ما این مراسم از قبل تدارک دیده شد، مراسم بلوچستان و دیگه رخ ما همین طرف بود. مسئله دوم، ایشون یک زرنگی کردن و 5-6 ماه هست مرتب زنگ میزنن، میگه آقا مهریه خانم و من آمدن شماست. این زمانی که میخواستم خانم به عقد من بیاد گفتن شما خیرشایی رو بیارید، اگر نیای عقدم بسته نشده اشکال داره، گناهشم به گردن شما. به هر حال زرنگی کردند و من حتی به ایشون شرط گذاشتم شما این همه جوان دعوت کنید. گفت آقا من اعلان کردم به همه جا، ولی خب با من کسی همراه نشده. گفتم به هر حال ایشون چون این شرط گذاشتن قبول بکنیم و بریم عزیزان رو. البته این به این معنا نیست که از این بعد هر کس خواست ما رو دعوت بکنه مهریه زنشو اینو بگذاره چون که اینجور اتفاقات شاید یه بار و بسیار کم در زندگی رخ بده. به هر حال بسیار خوشحالم واقعا. امیدوارم خدا اون استعداد و توانایی رو در بنده قرار بده که بتونم با شما جوانا درد دل کنم و اون چیزی که در ضمیر دارم بیان کنم و فکر میکنم که دیگه نشسته نمیشه و تعدادی از جوانها رو نمیتونم ببینم. اگر اجازه باشه انشالله بلند بشم و در خدمت عزیزان باشم. یک صلوات. به ویژه جوانان محترم هم سن و سالای بنده، در واقع موضوعی که بنده تدارک دیده بودم پیرامون نیازهای اساسی و اجتماعی هر بشر به ویژه جوانان در قرن حاضر هست که 4 تا احتیاج و نیاز بزرگ جوانان دارند: نیاز به عدالت، نیاز به سلامت، نیاز به امنیت و نیاز به هدایت. اما با مشوره دوستان چند دقیقه قبل گفتیم که موضوع عوض بشه و در مورد اهمیت دادن جوانان به نعمتهای خدادادی و ارزشهایی که خدای تبارک و تعالی در وجود جوان مسلمان قرار داده، طریق استفاده، طریق قدردانی و بهترین راهکار برای استفاده صحیح و بهینه از این نعمتهای بالقوه و وسیله قرار دادن و پل ارتباطی قرار دادن این نعمتها
برای رسیدن به ذات ذوالجلال الله است. آری جوانان عزیز، خدای تبارک و تعالی بهترین نعمتها رو، بهترین ارزشها رو در اختیار ما قرار داده بدون اینکه کوچکترین هزینه بکنیم. اما هر نعمتی شکری لازم است و سپاسی. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و هر نعمتی را شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ما اونقدر در نعمتهای مادی و معنوی خداوند غرقیم، اونقدر نعمتهای رب العالمین ما را پوشانده و اونقدر سایه الطاف الهی بر سر ما سایه گسترانیده است که اگر شبها تا صبح و روزها تا شب سر رو از سجده برداریم و همواره در تضرع و تخلص و زاری و دعا و عبادت باشیم، باز هم هرگز نخواهیم توانست 1/1000 این همه الطاف بیکران الهی رو قدردانی بکنیم. به فرموده مولانای روم گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید بر زبان. اما آن حضرت در بسیاری از احادیث طریق قدردانی از نعمتها رو به ما یاد داده و شاخصترین نعمتها، ارزشمندترین نعمتها و بهترین و افضلترین نعمتها رو که میشه گفت مادر نعمتها رو در یک حدیثی بیان کردن و سپس راه قدردانی و طریق سپاسگزاری و طریق بهره برداری درست از این نعمتها را به ما معرفی نموده است. من میگم امروز نعمتها و تشکر از نعمتها خلاصه شده در نعمتهای مادی و طریق تشکر هم با یک شکر گذاشتن زبانی است، با یک تشکر لسانی است، گویا تعارف میکنیم با خدا هم. اما این کفایت نمیکنه. شاید تشکر زبانی هم بتواند، تشکر عملی هم بتواند بخشی از قدردانی نعمتهای الهی رو به عهده بگیرد، اما واقعیت این است که تمام قدردانی نیست و تمام شکر و سپاس الهی در قدردانی زبانی خلاصه نمیشه. خلاصه بهتون عرض بکنم که طریق واقعی قدردانی از نعمتهای خدای متعال درست استفاده کردن از اون نعمت و قرار دادن اون نعمت در مسیر صحیح و درسته. هر زمانی که یک نعمت در میان جامعه درست استفاده شد، یک نعمت فردی رو فرد درست استفاده کرد، نعمت اجتماعی رو، نعمت اقتصادی رو، نعمتهای سیاسی رو، نعمتهای جسمانی رو و همه نعمتها رو انسانیت درست استفاده کردن برای اون چیزی که خلق شدن، اون زمان هست که این فرد توانسته نعمتهای الهی رو سپاسگزاری بکند. در غیر این صورت محاله. یکی از اون نعمتهای ارزنده و گرانبها و با ارزشی که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیثی بیان فرمودن: اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیز رو قبل از دست دادن و قبل از فرا رسیدن 5 چیز مغتنم بشمار. اولیشون و در رأسشون شاخصترین اون نعمت جوانی است. اون نعمتی که جمع کثیر و جمع غفیر این محفل دارا هستند. شباب، انرژی ها و پتانسیل جوانی، ارزش هایی که الله ذوالجلال در جوان قرار داده است. این نعمت بسیار بزرگی است. شما نعمتی رو که میخوای قدردانی بکنیم باید بریم از پیرمردها بپرسیم. همه اونها میگن الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. کاش دوران و اوان جوانی برگردد تا اون چی که پیری به سرم آورده براش تعریف کنم. حالا ما درست از نعمت جوانی چطور استفاده بکنیم؟ آیا به سر و تیپمون برسیم؟ آیا ابرومون رو برداریم؟
آیا جس بگیریم، با مد روز حرکت کنیم، هرچی که از غرب میاد به عنوان کادو اون کعبه آمال ما قرار بگیره و برای ما ارزش باشه؟ آیا جوانی اینه که دیگران تعریف ما بکنن درست جوانی کرده؟ هرگز اینها معنای جوانی نیست. جوان اون کسی است که دلش با خدا و با ارتباط با الله جوان باشه. وگرنه چه بسا جوانانی هستند که در سنین جوانی، در سنین 17 و 18 سالگی از 100 تا پیرمرد هم بدترند، حتی نمیتوانند شیء مؤذی رو، مگس رو از جلو چشماشون دور کنند. اون جوانی که معتاده، اون جوانی که بیبندوباره، اون جوانی که سالیان سال مسجد رو ندیده، اون جوانی که با خدا ارتباط نداره، اون جوانی که دستشو در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم نگذاشته، این جوان پیره، اگرچه که در سن 20 سالگی هم باشه. این جوان نه تنها پیر نیست، از پیرمون برتر مرده است. جوانی که سرش لای پاهاشه، جوانی که تو اجتماع نمیتونه حاضر بشه، جوانی که نمیتونه اظهار نظر بکنه، جوانی که نمیتونه از عقیدش دفاع بکنه، جوانی که نمیتونه اظهار عقیده بکنه، جوانی که نمیتونه طرح بده، جوانی که نمیتونه در رشد و بالندگی و استحکام و قدرت و توانایی اسلام کمک بکنه. این جوان حیف است که اسم پیرم روش بذاری، چه برسه به جوان. ما بهترین منابع و بهترین اسوه‌ها برای ما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون جوانهایی که درس جوانی را به من و شما آموختند و رفتند، درس رادمردی، درس شجاعت، درس غیرت، درس فتوت، درس مردانگی رو به جوانان قرن 21 آموختند و رفتند. خودشان را نیست کردند تا ما حس بشیم. اونها جوان بودن، هیچ چیزی سر راه اونها قرار نمی گرفت. کوهها، دشتها، دریاها، موانع، مشکلات، معضلات همه رو در می نوردیدن تا اینکه به خدای سبحان برسن و به معشوقشان برسن و به همه می گفتن که ای برادر بی نهایت درگهی است، هرچه بر وی می رسی بر وی مایست. یک جوون کوچیک میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یا رسول الله من 2 خواسته دارم. خواسته ها چیه؟ تو چی میخوای؟ زندگی مرفه، دعا کنم خدا بهت پول بده، اقتصاد بالا، سیمای زیبا، هیچ یک از اینها ملاکش و مورد نظرش نیست. پس چی میخوای؟ یکی این که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من رو اجازه بده که همواره در رکاب تو باشم، همواره خدمتگزار تو باشم، همواره سرباز شما باشم در همه عرضها و میادین. و دوم این که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از این که خدای متعال جوانی ما در راه خودش قبول کرد، با شهادت منو از این دنیا ببره، تیر بیاد به پیشونیم اصابت بکنه و از پشت سرم در بیاد. این یک جوان 18 ساله است، یک جوانی که در اوج عظمت و در اوج امیدها و آرزوها به سر میبرد. اون جوانی است که هر شب داره برای زندگی آیندهش برنامه ریزی میکند، اما برنامه ریزی او فقط برای دنیای محدود و دنیای مختصر تمام نمی شود، بلکه امید او بسیار طولانی و درازه، امید او بسیار بلند است. رسول خدا دست رو بلند می کند و برای این نوجوان دعا می کند. همواره در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیامبر محبت و علاقه شدیدی نسبت به این جوان داره، دوستش داره، چون که واقعا جوانه، چون که از نعمت جوانی، از بهار عمر قبل از این که فصل خزان بیاد داره درست استفاده میکنه. در یکی از غزوات آن حضرت بعد از اینکه جنگ تمام میشه صحابه رو بالاخره نگاه میکند، این نوجوان رو در میان صحابه نمییابد. سوال میکند فلان جوان کجاست؟ گفتن یا رسول الله قبل از شروع جنگ ایشونو دیدیم ولی بعدش هرگز. اینجا بود که رسول خدا یکی از صحابه رو فرستاد برید دنبالش، تفتیش بکنید، جستجو بکنید، در تکاپو و تلاش باشید اینو پیدا کنید. جوانها رفتن با حالت گریان برگشتن، گفتن یا رسول الله
اون جوان رو پیدا کردیم، ولیکن تیری اومده به پیشانیش و از پشت سرش در آمده و جام شهادت رو نوشیده، از دنیا رفته به ملاقات خدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم سراسی به پا شدن، رفتن پیش اون جوان در حالی که مثل ابر بهاری گریه می‌کردن برای یکی از امتیان خودش، برای یکی از جوانان، پیامبری که شاید برای بهترین و نزدیکترین افراد خودش از حیث نسب گریه نکردن، برای عبدالرحمن، برای عبدالله، برای ابراهیم، برای فرزندانشون قدر گریه نکردن که بر فراق این نوجوان گریستن. سپس عبای خودش رو آن حضرت در آوردن و گفتن اگرچه که شهید غسل نداره و با لباس خونیش دفن میکنن تا روز قیامت با خون بلند بشه، بردارید و این عبای من رو به تن این جوان بکنید. گفتن چرا؟ گفت زیرا که روز قیامت هر کس که حاضر میشود در میدان محشر و مورد بازخواست قرار میگیرد، این نوجوان وقتی نکیر و منکر میاد با عبای محمد رسول الله بلند بشه. اینو میگن جوان، اینو میگن عزت. پیامبر عباشو در آورد و به تن این جوان کرد و با عبای پیغمبر روانه بهشت. با فاصله رو از زندگیمون بشوییم، پیری و خزان رو از صورتمان دور بکنیم و بیایم واقعا جوان بشیم. جوان استحکام، جوان قدرت، جوان انرژی، جوان تفکر، جوان ترقی. معنی جوان اینه. سن و سال که زیاد مهم نیست، پس این دوران رو غنیمت بشماریم قبل از این که از دست ما بره، قبل از این که فصل خزان بیاد، قبل از این که پروردگار عالم این نعمت عظما رو از من و شما بگیره. درود شریف عنایت بفرمایید با صدای بلند. اما نعمت دوم و صحتک قبل سقمک، سلامتی خودت را قبل از این که مریضی بیاد، قبل از این که بیماری بیاد، قبل از این که مشکلات بیاد، قبل از این که ویروس های خطرناک بیاد، سلامتی خودتون رو غنیمت بشمارید. سلامتی یه نعمته، نعمتی که بسیاری از من و شما قدرشو نمیدونیم. سلامتی اعضا و جوارح از کسانی میتونیم بپرسیم که در بیمارستان ها افتادن و الله الله میگن و هر لحظه ملک الموت رو جلو چشماشون میبینن. سلامتی رو از اون کسی که فلجه، از اون کسی که چشمش کوره سوال بکن چه آرزو داریم، میگه دو چشم بینا. یک سر بزنید تو بیمارستان ها ببینید چه خبره. حتی جرئت نمیکنیم برای عیادت بیمارا بریم، از بس که بوی بد، از بس که افسردگی، از بس که ناراحتی و استرس استراب تمام اعضا و جوارح انسان رو در بر میگیره. یه فردی میاد پیش یک از علما از تنگ دستی شکایت میکند، پولی ندارم، مالی ندارم. میگه تو بزرگترین ثروتمند دنیایی، چرا؟ میگه پول ندارم. میگه هیچی ندارم. میگه جفت چشماتو میخرم 10 میلیون میدی؟ گفت نه. جفت کلیتو میگیرم، دستتو قطع میکنم، پات میخرم، با چه قیمتی، با چه هزینه‌ای؟ گفت حاضر نیستم بینا رو بدم. گفت تو این همه میلیاردری هنوزم داد از فقر میزنی؟ چون که مفت به ما رسیده قدرشو نمیدونیم. این سلامتی خیلی مهمه. من و تو خوابیم، معده داره کارشو میکنه، قلب داره کارشو انجام میده، بسیار اعضا دارن برای بقای حیات من و شما زحمت میکشن. قدر این سلامتی رو نمیدونیم که ناگهان این نعمت از دست ما گرفته میشه. و بعد من میگم سلامتی جسمی اونقدر مهم نیست که حدیث پیغمبر معناش شاید این باشه که شما سلامتی روحی و روانی و فکری و درونی و معنوی رو قبل از وارد شدن ویروس های خطرناک غنیمت بشمارید. جوونا حالا صحبت رو گوش کنید. حرف من اینجاست، وگرنه خداوند نعمت سلامتی رو تنها مختص انسان ها نکرده، به حیوانات هم داده. اون سلامتی که مورد رضای خداست، اون سلامتی که ما باید پاس بداریم،
اون سلامتی ایمانه، اون سلامتی قرآنه، اون سلامتی دینه که بهترین اصحاب رسول الله فدا شدن تا امروز ما سالم باقی بمانیم. اگر قرار باشه قلب ما هتل 7 ستاره باشه، هر اهریمنی و هر گرگی و هر پس فطرتی با هر ویروسی بیاد داخل بشه که واقعی‌است. جوانان جزیره قشم، اینجا یه مکان توریستی است. بسیاری از جوانها تو را میگفتن در این روزهای نوروز، روزهای اول، نزدیک به 1 میلیون نفر وارد جزیره شدند و برگشتن و هنوزم دارن میرن میان. فکر نکنید که باید فقط ما وجود خود ما رو، اعضای ما رو واکسینه کنیم در مقابل همه ویروس ها. نه، هر دختر بی‌حجابی که از بیرون داره میاد، از تهران و از اصفهان و از مشهد و کجا و کجا، 1000 تا ویروس ایمانی با خودش همراه داره. مواظب باش. آسیب پذیری شما، آسیب پذیری بنده، آسیب پذیری جوانان همسن و سال من و شما درصد بسیار بالایی داره. منتقل میکنن ویروس ها رو، منتقل میکنن خرافاتو، منتقل میکنن بی‌حجابی ها رو، منتقل میکنن شرابو، منتقل میکنن سیریای مبتذلو. در مقابل این ویروس ها باید ما واکسینه بشیم. قبل از اینکه این بیماری به سراغ ما بیاد پیشگیری لازمه، نه درمان. درمان دیگه اون راه آخره. انسانی که جسمش سالم باشد ولی روحش مریض، هیچ ارزشی نزد خدا نداره. و چه بسا انسانهایی بودن که جسمشون سالم نبودن ولی که نزد خدا اونقدر ارزش داشتن که هنوز اسمشون در صفحات تاریخ ثبت شده. حضرت یکی از صحابه بزرگوار رسول خدا که لنگ بود، یه پاش کج بود، یه عیبه، یه نقص در وجود انسان، اعرج، یا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله، من بچه‌هام تو جهاد آمدن، من میخوام تو جمع شرکت کنم. رسول خدا میگه: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. تو مشکل داری، لزومی نداره. میگه: یا رسول الله، آیا درسته که بچه‌هام روز قیامت تو بهش باشن و من با پای لنگم بتونم بیام در محضر شما؟ ارزش انسان رو ببین. انسان سالم به این میگه، انسان کامل به این فرد میگه. زنش میگه که تو نمیتونی با پای لنگش، طعنش میزنه. تو میتونی جهاد کنی؟ دست به سوی خدا بلند میکند: اللهم لا تردنی الی اهلی. خدایا، من امروز در عرصه جهاد و مبارزه ثبت نام کردم و با زبان روزدار به معرکه حاضر میشم. خدایا، هنگام اتمام جنگ من را دیگه به خانه بر نگردان. میره در جهاد، در مبارزه، در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این پیر مرد لنگ هم جام شهادت رو می نوشن، اجساد رو میخوان به مدینه منتقل کنن، هر کار میکنه این جوان نمیاد. این پیر مردی که دلش جوانه از رسول الله سوال میکنن، میگه بپرسید دعایی نکرده؟ گفت چرا؟ دعا کرده خدایا منو به خانواده‌ام برنگردان. گفت شطور اجازه ندارد دعای اینو رد کنه، این باید همینجا دفن بشه و روز قیامت با پای لنگش همینجا باید محشور بشه. پس ویروس بزرگ، بیماری عظیم، بیماری روحی و معنوی است. اونه که سیستم انسان رو مختل میکنه، اونه که انسان رو بی ارزش میکنه. گناه هست که انسان رو بدبخت میکنه. قبل از این که گناه و معصیت بیاد، من چقدر خوشحال شدم وقتی گفتن توی رمچاه ما جوان معتاد نداریم. باور کنید دست شکر رو بالا بردم، گفتم خدایا این جوونا رو فقط تو خودت حفاظت کردی، لا غیر. وگرنه با این همه سیل خروشان بیماران روحی و روانی قطعا باید دامان اینها رو هم میگرفت. بی حجاب نداریم. الحمدلله. گفتن اصلا ارکستر و ارگ تو این منطقه نمیاد. اینها فضل خدایی است، اینها پیشگیریه، اینها واکسیناسیونه، اینها جلوگیری از ورود بیماری هاست. ولی اگر وارد شد
دیگه با مسکن تمام نمیشه. وقتی که بدن انسان عفونی بشه، شما 10 تا قرص مسکن بخور، شاید 10 دقیقه کار تمام بشه و 10 دقیقه بالاخره به کارات برسی و مشکلت حل بشه، ولی 2 مرتبه عودت میکنه. اینجا آنتی بیوتیک لازمه، اینجا قرآن لازمه، حدیث لازمه، اینجا چنین جلساتی لازمن که جوانهای ما رو اگر خدایی نکرده کسی دچار گناه و معصیت شده توبه بکنه. جوان نکنه خدایی نکرده در وجود ما هزاران گرگ و خوب، صالح و ناصالح و خوب و خسوب. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. زمان انسان آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد هیزم است. یه انسان زمانی انسانه، یک جوان سالم زمانی سالمه، یه انسان کامل زمانی کامله که از بیماری‌های درونی و معنوی جلوگیری بکنه و کفر و شقاق، بیدینی و بینمازی و بی‌حجابی و این مسائل رو از زندگی خودش دور بکنه. و اون گفتم اول جلوگیری و اگر آمد با توبه هست. نکنیم جوان خدایی نکرده با معصیت و گناه زندگی بکنیم. قرآن عظیم الشان خودش بزرگترین داروست. و ننزل من القرآن ما هو شفا. خیلی جالبه نه؟ قرآن در این آیه خودش رو شفا معرفی میکنه. شفا برای چی؟ دردسر؟ کلیه؟ نه، شفای بیماران معنوی. قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حتی که حیات جاودان میبخشد. رهزنان از حفظ او رهبر شدن، از کتابی صاحب دفتر شدن. عمر فاروقی که سالیان متمادی رو در جاهلیت گذرانده بود، اما یک مرتبه که در محضر قرآن میاد و با واکسن قرآن و ایمان واکسینه میشه، چنان متحول میشه که عمری میشه که تا دنیاست ما به نامش داره افتخار میکنیم. علی ها رو میسازه، حمزه ها رو میسازه، مصعب ها رو میسازه. این قرآنه، تو زندگی ما هست اما اطلاعی نداریم، اما استفاده نمیشه ازش. باید بلا فاصله اگر بیماری که آمد تو وجود درمانم نشه، این بیماری ریشه میدواند، این بیماری عفونت میکند و از موی رگها، از رگها، از نمیدونم بقیه اعضا سرایت میکنه و این انسان رو چند روز نمیگذارد که از پای در میاره. چطوره برای تداوی بیماری جسمی ما بهترین متخصصان دنیا رو دنبالش میریم، مشهد و تهران و پاکستان و دبی و هر کجا. برای تداوی بیماری روحی ما جایی نمیریم. چرا؟ چون که قدرشو نمیدونیم، چون که مضرات بیماری رو نمیدونیم. در میان صحابه یک صحابه‌ای داریم به نام ابو لبابه انصاری. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میاد با یهودی‌ها سر جنگ داره، ابو لبابه با اون طرف قوم خویش بوده، میفرسته پیششون برو به اونها بگو که بیان پایین و با اونها صلح میکنیم، مشکلی نداره. رسول الله با اونها مشکلی نداره، ما میتونیم با اونها با امنیت زندگی کنیم. صلوات اینایت بفرمایید. ابو لبابه میره اونجا، یه لحظه حس نجات پرستی و حس قومیت، ناسیونالیستی در ذهنش تداعی میشه، به زبان میگه بیاید، ولی با دست اشاره میکنه که نیاد شما رو محمد میکشه. با دست اشاره میکنه که نیاد، با زبان میگه بیاید، چون که باید پیام پیامبر رو برسونه. در اینجاست که یک لحظه متوجه میشه که بیمار شد، یک لحظه متوجه میشه که از خدا دور شد. اینجاست که دست بلند میکنه میگه خنت الله و رسوله، من به خدا و رسولش خیانت کردم، ای خدا اشتباه کردم. چه اشتباه بزرگی، چه مریضی بسیار مهلک و خطرناکی که حتی شاید ایمان منو، وجدان منو، قرآن منو، دین منو زیر سوال ببره. مستقیما صحنه رو ترک میکنه، میاد خودش رو به ستونی از ستونهای مسجد نبی میبندد، میگه به خدا قسم تا زمانی که خود الله طبیبی
بیماری منو نکنه، خدای متعال بیماری منو درمان نکنه، هرگز خودم را باز نخواهم کرد. خودش براش زندانی میبرد، خودش قاضی، خودش محکوم، خودش پزشک، خودش بیمار، خودش گناهکار، خودش تائب، خودش کسی که اشتباه کرده و سپس به اشتباهش پی برده. های جوان، خدا چنین بنده رو رها نمی‌کنه. بسیاری از جوان‌ها گناه میکنن ولی ناامیدی به سراغشون میاد، دیگه کلکت کنده است. اینطوری نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. حضرت عثمان میفرماید من بهتر از این آیه، امیدوار کننده ترین از این آیه من تو قرآن ندیدم. ای جوانی که بر عمرت اسراف کردی، ای کسی که از حدود خدا تجاوز کردی، چشم چرانی کردی، خدای نکرده سیدی های مبتذل رو دیدی، برگرد به سوی خدا. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همانا خدای متعال همه گناهان رو میبخشد. آغوشش بازه، درش بازه، دستش درازه تا بگیره بکشه بالا. ابو لبابه پی میبرد، خودش را به ستون میبندد. رسول خدا خبر میشود بسیار ناراحته، میاد وارد مسجد میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو لبابه به پیغمبر سلام میکنه، اما رسول خدا جواب سلامشو نمیده. شوخی نیست، جواب سلام نمیده. میگه زیر چشمی نگاه میکردم ببینم پیغمبر لباش تکون خورد، میدیدم نه. چندین روز به همین حالت، نه آب میخورد، نه غذا میخورد، نه تبسم بر لبانش نقش میبندد، نه آرامش داره، تا اینکه نحیف و لاغر و ضعیف میشود، تا اینکه این تضرع، این گریه، این داد و بیدار و این توبه بسیار بزرگ مورد قبول درگاه الله قرار میگیرد و میفرماید یا رسول الله، توبه ابو لبابه قبول شده. ابو لبابه رو از درگاه من نران. بیماری او رو هر پزشکی اگر درا میکرد شاید تداوی نمیشد، ولی بیماری ابو لبابه رو من الله مداوا کردم. همه صحابه میان خبر خوش بیارن، ابو لبابه توبت قبول شده، بیا خودتو باز کن. میگه به خدا قسم من خودمو باز نمی کنم تا زمانی که خود شخص رسول الله نیاد با دستانش منو باز نکنه. و همینطور اتفاق میفته. رسول خدا وقتی میاد این بدن ضعیف رو میبینه ولی سر تا سر از نور ایمان اشک در دیدگان رسول الله جاری میشه و ابو لبابه رو به آغوش میگیرد. ابو لبابه رو به آغوش میگیرد، پیشانیشو بوسه میده و اون ستونی که ابو لبابه خودشو بست تا الان که الانه، ستون توبه و یا به ستون ابو لبابه معروفه که یعنی این ستون نماد قبولیت یک بنده مسلمان گناهکاره. این ستون تا قیامت شهادت میده، گناه کرده ولی برگشته. چرا جوان ما نمیاد؟ چرا جوان ما زده شده؟ چرا جوان ما فکر میکنه خدا هم مثل انسان انتقام بگیره؟ اما در حالی که خدا میگه ای بنده تو یه بجب بیا من یه متر میام، تو یه قدم بردار من 2 قدم میام، تو یواش بیا من الله بدو میام. بیا دستتو بده. چرا داری میری عقب؟ چرا به سوی داعیه های شیطان میری؟ داعیه های رحمان، محبت خدا، محبت دین، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت صحابه، اینها ارزشمندن، اینها گران قیمتن. بسیاری از جوانها زنگ میزنن. من در آخر عرض میکنم چه مشکلاتی سر راه جوان ماست و چرا نمیذاره بیاد.
ولی آی جوان، من و تو همه در یک سنی قرار داریم که گناه کردن برامون طبیعی است. ما غیر از انبیا کسی رو معصوم نمیدونیم، همه گناهکارن. ولی و خیر الخطائین التوابون، بهترین کسانی که گناه میکنن اونهایی که فوراً برمیگردن با عرض خدمت شما با ایتکس و صابون توبه گناهان خودشونو میشورن. پس دومین نعمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث اشاره کردن سلامتی هست. از سلامتی خودتون استفاده بکنید. این سلامتی بسیار بزرگ ایمان. و سوم، غناک قبل فقرک، ثروت خودت را قبل از اینکه دوران فقیری بیاد. از ثروت هایی که الله عزوجل به شما عنایت کرده، این دریا با این همه ماهی ها، تو که در کنار دریا و تو جزیره ای باید دلت هم دل دریا باشه و از غنای ثروت این نعمتهای خداوندی درست استفاده بکنیم. درست استفاده کردن از نعمتها یعنی دل نبستن به دنیا، یعنی محبتی بیش از حد نداشتن به دنیا. چه بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون ناگه مرگ و پیش آید خوری آن دم پشیمانی. نبی الله کجا رفته، کلیم الله کجا رفته، چه شد موسی چه شد عیسی، رسول الله کجا رفته. چرا ای بنده عاصی به سوی ما نمی آیی، به هر صبح و به هر شامی به سوی ما نمی آیی. نعمتهای دنیا بسیار پر زرق و برقه و یکی از فتنه های بزرگ قرن حاضره. اون فتنه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن غیرت و حمیت و شجاعت رو از وجود جوان ما میگیرد. حب الدنیا و کراهیت الموت، محبت بیش از حد به دنیا. به قول اقبال میگه من نگویم درگذر از کاخ و کوی، من نمیگم قصر تو ول کن برو عابد شو، نه، من نگویم درگذر از کاخ و کوی، دولت توست این جهان رنگ و بوی. ذره ذره دانه از خاکش بگیر، خاک چون شاهین ز افلاکش بگیر. ولی دل به رنگ و بوی و کاخ و کو مده، دل حریم اوست جز با او مده. ای که میگویی متاع ماز ماست، مرد نادان این همه ملک خداست. عرض حق را عرض خود دانی بگو، چیز شرح آیه لا تفسدو. ابن آدم دل به ابلیسی نهاد، من ز ابلیسی ندیدم جز فساد. کس امانت را به کار خود نبرد، ای خوشان کو ملک حق با حق سپرد. برده چیزی که از آن تو نیست، داغم از کاری که شایان تو نیست. عرض یزدان را به یزدان بازده، تازه کار خیش بگشای گره. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. این مال دنیا امانته. کی برده از این مال دنیا؟ کسی دیدی با بنز انگاس ببرن دفنش کنن؟ هرگز اینطوری نیست. هر چقدر پول داشته باشی، ما باید زحمت بکشیم حلال و حرام جمع بکنیم. حالا که میخوایم استفاده بکنیم ملک الموت میاد دستو میگیره. جمع کردی مال دنیا، توق شد برگردنت، مرده ها را زنده کردی، آفرین بر مردنت. بچه ها رو که سیر کردی. طرف دم مرگه میگه کلمه بخوان، کلمه بخوان. پارچه فروشه میگه نه، پارچه صدا بهار تو پارچه تویوبو عجب پارچه خوشگل خوبیه. با پارچه تویوبو و صدا بهار داره دنیا رو از ودا میگه. این محبت دیگه. هر چیزی که انسان عشق داشته باشه هنگام مرگ همون میاد به سراغ انسان. ما در مورد دنیا چه بگیم؟ همه ما گرفتاری متاسفانه. ولی اون صحابه بودن. ابوبکر میخواد که وقتی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ای ابوبکر در غزوه تبوک در خانه چی رو گذاشتی برای زن بچه ها؟ گفت یا رسول الله فقط نام الله و نام رسول الله رو گذاشتم. اون
عثمان غنی میاد وقتی میگه من جهز جیش الاسره فله الجنه، هر کس جیش الاسره رو تجهیز و آماده بکنه بهشت رو براش ضمانت میکنم با پولش. فجهزها عثمان تو همین دنیا ویزای بهشت رو گرفت. ولی امروز ما چی؟ تا آخرین لحظه دنبال مال دنیا اسیر شدنم نیست. به خدا ماشین، کارخانه، کشتی ها، لنج ها، همه اینها اسباب راحتی هستن، خود راحتی نیست. های جوان، تو کسی دیگه از مال دنیا سیر بشه بگه بس دیگه نمیخوام؟ هیچ کس وجود نداره. من نمیگم، پیغمبر میفرماید لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لدعا وادیا ولن یملأ فاه الا التراب. اگر برای فرزند آدم 2 دره پر از طلا بدن، ادعای سومی میکنه و دهان آدمیان رو غیر از خاک دیگه چیز نمیتونه پر بکنه. اونهایی که بهترین ماشین ها زیر پاشونه، چند تا تریلی دارن، حتی شبها به خانه نمیتونن بیان پیش زن و بچه‌شون. این عاقبت مال دنیاست، این زندگی دنیاست. بدو دنبالش، طرف میره دریا میبینه جنازه‌شو برگردوندن. این چه فایده؟ مالی که انسان رو از خدا دور کند اون مال نیست، وباله، اون عذابه. یوم یحما بها، قرآن عظیم و شان می شود میفرماید یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. وقتی میاد داغ میشه با همین مال، همین پول براش شجاع اقرع اژدها میشه. تو همین دنیا اژدها شده تا اینکه زلزله آمده سکته کرده طرف، چه کاش پاس نشده سکته کرده مرده. چقدر اینقدر این مال در تو بدن ما لذت بخشه. وقتی که تو مشکلات هستیم که خیلی خوب راحت میخواد مال رو خرج میکنیم، چون اون مشکله دیگه. نه مشکل که رفت شد میگه پول مال خودم بود، زندگی مال خودم بود، چرا بدم؟ میگه یک فردی لطیفه هست، میگه درخت گردویی داشت. درخت گردو رو که میدونید دیگه، میگه یک درخت گردو داشت 10 تا هم بچه. زندگیش از همین را تامین میشد. رفت رو درخت گردو، رسیده بود مسئولاتش، داشت میزد که ناگهان شاخه‌ای که روش نشسته بود شاخه شکست، از بالا آویزان شد. پایین مرگ، بالام گردوهاست. حالا نمیدونه از کدوم یک از اینها بگذره، از گردوها بگذره، بچه‌هاش 10 تا رو چیکار کنه، از مرگ بگذره، گردوها به دردش چی بخوره. همون بالا میگه خدایا منو صحیح و سالم به زمین برسان، همین گردو، درخت، هر چی که از همین ها همه در راه تو صدقه و خیرات باشه. همه رو صدقه کرد بالا. مشکل دیگه ملک الموت آمده پشت گوشش، بالاخره شاخه افتاد، اینم افتاد پایین، حرکت کرد، دست باش یک تکونی داد و دید بابا سالمه، هیچیش نیست. 1-2 مقدار رفت جلو، پشیمان شد، گفت خدایا یک درخت گردو دارم 10 تا بچه، من که بدم تو چطور قبول میکنی اینو؟ من دیگه غیر از این چیز دیگه ندارم، من بدم تو چطور قبول میکنی؟ حالا زمانی که قرآن خودش میگه حتی اذا کنتم فی الفلک، این برای شما دریاها یاد دیگه خیلی راحته. شما تو کشتی هستید و جرین بهم بریح طیبه، باد شرطه میوزد، فریحوا بها، خوشحالن. تا زمانی که موج میاد مهلک، خطرناک، غرق میاد، زلزله میاد، چکا برگشت میخوره. الله 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 الله. عروسی که هست، ساز و ارکستر. وقتی که مصیبت آمد میگه نوالا شیخ عبدالواسط هم بگذار. چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. فکر میکنیم مال دنیا میتونه ارضا بکنه انسانو؟ هیچ کسی رو ماشین ارضا نکرده. مواظب باشیم، اینو غنیمت بشماریم. نمیگیم که قنا کسی نداشته باشه، پیغمبر نمیگه کسی ثروت نداشته باشه، میگه غنیمت بشمار ثروتمندی و خودت رو، یعنی درست استفاده بکن. پولها رو خدای متعال در اختیارت قرار داده، 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان میدن به ساز و ارکستر تا یک شب اونجا بزنه و گناه جمع بکنه و خدا و رسولش ناراض بکنه. و غناک قبل فقرک، 4 و فراقک قبل شغلک. های جوان، ایامی که فارغی، بیکاری، معطلی،
این رو غنیمت بشمار. این دیگه خیلی خطرناکه. من در یکی از رسانه‌ها شنیدم میگفت که مردم ایران به طور متوسط سالیانه هر نفری 2 ثانیه مطالعه میکنن. 2 ثانیه. خجالت آوره. ایرانی که یک زمانی همچون افقی در آسمان علم و عرفان می‌درخشید، ایرانی که غزالی ها رو داره، ایرانی که امام مسلم رو داره، ایرانی که ابو داوود ها رو داره، ایرانی که امام فخر رازی ها رو داشت، ایرانی که بهترین علما در همه عرصه ها، در عرصه فیزیک، شیمی، نجوم، شعر، ادبیات، عرفان، جبر، هندسه، امروز جوان ما چرا وقت نمی‌کنه؟ چرا وقت رو باید با تعطیلی بگذره؟ کنار دریا، ساحل، تفریح. کسی نمیگه تفریح نکنی، ولی آیا همه وقت ما باید بگذره واقعا؟ آیا نباید به فکر آینده ما باشیم؟ امروز دشمنان اسلام از تک تک ثانیه های عمرشون برای برنامه ریزی بر علیه اسلام دارن استفاده میکنن. به خدا دنیای غرب، دنیای یهودیت، مسیحیت شب و روز دارن برنامه ریزی میکنن تا چطور رخنه ایجاد بکنن تو وجود جوان مسلمان ما و محبت خدا و رسول رو ازش بگیرن. این سیدی های منتظری که میاد، به خدا دنیای غرب محتاج پول من و تو نیست. اون پول نمیخواد، همه زندگیش اونجا مرفه تأمین شده است. پس چی میخواد؟ دختراشو میاره جلوی دوربینه ها، لخت مادرزاد، به خاطر این که انتقام فرزندان خودشونو بگیرن. انتقام اونا رو از خالد نگرفت، از بچه های خالد ابن ولید بگیرد. عمر فاروق رو نتونستن به زانو بنشانن، فرزندان عمر رو نابود کنن. محمد رسول الله رو نتوانستن از پای در بیارن، علی مرتضی رو نتوانستن، حسین رو تک و تنها نتونستن، اگرچه که از ظاهر شهید شد، ولیکن فرزندان او احیا شدن و زنده شدن. باید امروز انتقام اونها رو بگیره، وگرنه عزیزان من سرودی در وصف فلسطینی ها خوندن، این همه جنایت تو فلسطین رو بچه های کوچک. اگر اونها سرزمین میخواد که دست این بچه ها نیست، اگر اونها نفت میخوان، گاز میخوان، دست این بچه ها نیست. بچه ای که تو دامان مادرش داره شیر میخوره، این چه گناه کرده؟ گناهش اینه که فردا شاید عمر فاروقی بشود. گناهش اینه که شاید صلاح الدین ایوبی بشود. گناهش اینه که این شاید فردا عثمان ذوالنورین بشود. از اینجاست که میترسن. و اگر میبینید که میاد، در اخبار شنیدید حتما نه، در این حملات غزه اخیر بسیاری از سربازان پس فطرت اسرائیل وقتی جوانان رو میکشتن، هنوز شهید نشده بودن بعضی بچه ها و بعضی از نوجوانان، جنازه او رو، جسد او رو، بدن او رو تکه تکه میکردن و اعضا و جوارحش رو در میآوردن، قلبش رو در میآوردن، با اجساد فرزندان مسلمان عکس یادگاری میگرفتن. ما این بودیم تو رو خدا، اینقدر ذلیل و پست زبون. یاد ایامی که سیف روزگار با توانا دستی ما بود یار. آن معظم فاتحان دین پرست و نامبر چون به تسخیر جهان بستند از همت کمر، عزمشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. آه تا از چشم ما رفتن چون نور از بصر، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین، رفتن عمرها، خالدها، مصعبها نام ما زد بر زمین، دور از آنها آبروی ما عرق شد بر جبین. ننگ انسان میاد وقایی که تو جهان اسلام داره رخ میده، اون موقع مسلمان‌ها چیکار میکنن؟ حرکت میکنن، مقدار برنج و گوش میخورن، وقتی میخوان ترش نکنن دور فلک ها مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. این دفاع ما از فلسطینه. اون با بم داره میاد، ما با پرچم آتش دادن میریم جلو. اون با سلاح‌های بالاخره کشتار جمعی، هواپیماهای B-52، موشک‌های کروز داره میاد.
ما آمدیم با پارلمان و با تشکیل جلسه و با نمیدونم صدور بیانیه و با صدور قطعنامه میخوام جلوی اینها رو بگیریم. محال اقم دولة الاسلام على قلبك تقم على ارضك. شهید سید قدس زیبا میفرماید دولت اسلام را در قلب خودت حکومت داری بکن و برپا بدار، بر کل کره خاکی حکومت تو پایدار می شود. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر چه دید. پیغمبر میفرماید نصرت بالرعب مسیرت شهر، به اندازه مسیر یک ماه راه رفتن خدای متعال رعب و وحشت من رو در دل کفار میندازه. میاد به شبه جزیره‌ای در آفریقا. الله اکبر. ایتها الحیات والسباع نحن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم انزلوا عنا فانا راحلون. ای گرگ‌ها، ای شیرها، ای درنده‌ها، ما اصحاب محمد رسول الله هستیم. خودشون معرفی میکنن ما قرآن به دست داریم، ارحلوا عنا، زود برید بیرون، فانا نازلون، زیرا ما میخوایم بیایم. با کی حرف میزنه؟ همه حیوانات رها میکنن. 1400 سال میگذره هنوز که هنوز به اون شبه جزیره یک حیوان درنده دو مرتبه نیامده. علت چیست؟ حرفهای صحابه رو حیوانات میفهمیدن، حرف ما رو امروز انسان ها نمیفهمند، هم نوعان ما نمیفهمند، بوش و بلرها نمیفهمند. اینجاست که ایجاب میکنه جوانان مسلمان حرکت بکنن با قلم، با فرهنگ، با فکر، با استعدادهای بالقوه‌ای که قطعا من میدم تو وجود شماست. بلند بشیم، دفاع کنیم. فرق نمیکنه هر کس میخواد باشه، هر کس به حریم اعتقادات شما دست رازی بکند، ما باید حرکت بکنیم، باید تلاش کنیم، باید مبارزه کنیم، باید به اونها بفهمونیم که اسلام اون دینی است که میتواند جهان اسلام رو رهبری و زعامت و سیادت و قیادت بکنه. فرق باطل امروز تو اینترنت چه سایت هایی، چه وبلاگ هایی، چه ایمیل هایی، چه نشریاتی، چه مجلاتی. ما چرا نداشته باشیم؟ جوون ما نشسته استعداد کامپیوتر داره، اینجا چت میکنه با دختر فلانجا، از اینجا چت میکنه با دختر تو تهران، دوست دارم، عاشقتم. بابا چه عاشقی؟ عاشق کجاش؟ اون دختری که هتل 7 ستاره است الان با تو ارتباطه و با تو الان ایمیل هست، 2 ساعت بعد با 50 نفر دیگه. شنیدید دیگه نه؟ میگن یک جوونی از طریق اینترنت با یک دختر خانم آشنا شد، با همدیگر به اصطلاح عاشق و معشوق شدن، بعد قرار گذاشتن، گفتم بیا سر فلان کوچه اونجا تو رو میبینم. گفت خب از کجا همدیگر رو بشناسیم؟ لطیفه هست، از کجا همدیگر رو بشناسیم؟ دختره گفت من یک پلاستیک پرتقال دستم میگیرم، یه نایلون 5 کیلو پرتقال توشه، منو بشناس راحت دیگه، من نمیخوام که به طریق دیگه منو بشناسی. گفت باش اشکال نداره، ساعت 2 بعد از ظهر فلان کوچه، نایلون دستت باشه. گفت باش. این دختر رفت سر چهارراه وایساد، سر قرار، هرچی ایستاد دید پسر نیامد. ساعت 2 شد نیامد، ساعت 3 شد نیامد، ساعت 4 شد نیامد. ای بابا این چه بدبختی شد، عجب مشکلی. گفت نگاه کنم دور و برش، نگاه کرد دید بابا 300 400 تا دختر هر کدوم 5 کیلو پرتقال دستشه. همه اینا قرار گذاشته بودن رو پرتقال. اینجا بود که وا ویلا یک پرتقالی رو برداشته و رفته. آیا ما برای این آفریده شدی که چت کنیم فقط به لهو و لعب؟ به خدا قسم مسئولیم، روز قیامت باید جواب بدیم. امروز اگر هویت واقعی صحابه رو خود من و تو نمیشناسیم، ما نمیخوایم کسی آقا عمر رو شناسنامه‌ای بشناسه. شناسنامه بدرسیم عمر، نام پدرش خطاب، نام مادرش حنتمه، شماره شناسنامه فلان، تاریخ تولد 2 سال چند سال بعد از عام الفیل. این شناخت شناسنامه‌ای به درد ما نمیخوره، کسی اینو نمیخواد. شناخت واقعی از سیرت خلفای راشدین امروز نمیشناسن. آخه تقصیر کیه؟ من اعتقادم بر اینه که اگر کسی امروز به خلفای راشدین، به صحابه رسول الله، حتی به خود رسول الله اهانت میکند در دنیای غرب، مقصرش و تقصیرش برمیگرده به گردن من و تو. وگرنه دانمارک
اون شبکه‌های پس فطرتش وقتی آمده بودن اون کاریکاتور موهی کشیده بودن که شما دیدید قطعا، که ننگ انسان بیاره به زمان بیاره اونا رو، که پیغمبر رحمت للعالمین رو لخت مادرزاد در حالت ادرار کردن و شراب نوشیدن به یک نماد پریدی نعوذ بالله خاک بر دهانشون از پیغمبر ارائه دادن. اسلحه رو داده بودن، پایتخت دانمارک رو داشت بمباران میکرد و رگبار میکرد، زیرش نوشته بود محمد ارهابی، این محمد تروریست. ما نبودیم، خود جوانان دانمارک، همون هایی که پیرو مذهب غیر اسلامی هستن، یک سایت جدید رو درست کردن به نام پاکی محمد صلی الله علیه و سلم. من و شما چه کار کردیم برای رسول الله؟ تو رو خدا یه لحظه بیا وجدانمون رو، شرفمون رو، ایمانمون رو در طبق اخلاص بریزیم، ببینیم برای پیغمبر چه کار کردیم. محمدی که تا آخرین لحظاتش سر رو به سجده گذاشته بود میگو امتی خدا، امتمو نابود نکن، جوانان امتمو مسخ نکن. اسرائیلی ها بنی اسرائیل بوزیده شدن، ولی امت من شکلشو بر نگردان. هر کسی رو که میدونست مستجاب الدعوه هست مثل اویس قرنی عباشو فرستاد دست عمر، گفت هرگاه اویس رو دیدی سلام من رسول الله را برسان و بگو پیغمبر یک خواسته داره و اون اینه که در حق امتش دعا کنی. چقدر بد شدیم. در آخرین حج وقتی آمد در صحرای منی گفت 2 گوسفند بیارید، یکی رو ذبح کرد گفت این مال خودم از طرف خودم، و گوسفند دوم زد به زمین گفت خدایا آخرین سال حیاتمه، این گوسفند رو قربانی میکنم از طرف همه جوانان امتم. حتی تو قربانی، تو نماز، تو دعا به فکر من و تو بود. حالا من و تو چی؟ فقط با دعا، با درود. اقبال چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. اگه وقتی به پیغمبر درود میفرستم از خجالت میمیرم. چرا؟ عشق میگوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دیر، چون نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالان نام او. وقتی از محمد رنگ و بویی نداری، وقتی با رسول الله ارتباطی نداری، با درودت روح رسول الله رو آزرده نکن. وقتی با عمر فاروق ارتباطی نداری که شبها به خدا تا صبح به تن در خدمت خلقم، به جان در خدمت جانان، همین یک نکته آموختم ز فاروق سپه سالار. شبها می آمد به دروازه های خروجی شهر مدینه، چشم دوخته بود به سرای عربستان که کی سفیر ایران میاد و خبر اسلام فرزندان ایران رو میاره. امروز کجاییم ما؟ به نام کی داریم افتخار میکنیم؟ تک تک من و شما ایرانیان اگر امروز مسلمانیم، اگر امروز کلمه میگیم، اگر امروز توش منابر داریم لا اله الا الله میگیم، اگر امشب این جمع فرخنده مبارک اینجا جمعه، به خدا قسم مرهون احسانات عمر فاروقه. آی اقبال، کجایی که تا قلب تو و زبان تو میبوسیدم. چه زیبا میفرماید، میگه پیری ایران زمان یزد، میگه ایران پیر بود، ایرانی ها مرده بودن، ایرانی ها کثیف و مجوس و پس بودن. همین یزدگردی که اقبال ازش حرف میزنه به دختر خودش تجاوز کرد. پادشاه ایران بود، بهرام چوبین پادشاه ایران با خواهرش ازدواج کرد. این فرهنگ ایرانیا بود.
آتش روشن میکردن، جلو آتش سجده میکردن. این فرهنگشون بود. نکاح پرچمی، نکاح اشتراکی، زنها رو به قمار میگذاشتن، زنش و ناموسشو. اما کی آورد؟ اقبال. چی میفرماید؟ پیری ایمان یما زمان یزد، چهره او بی فروغ از خون سر، دین و آیین و نظام او کهن. شعر اقبال خوب بگیرید عزیزان. دین و آیین و نظام او کهن. الان مورد تصفیه حساب است، بایستید. شید و تار صبح و شام او کهن، موج می در شیشه تاکش نبود، یک شرر در توده خاکش نبود. در تمام خاک ایران یک دلی که شعله داشته باش شعله ایمان وجود نداشت. تازه صحرایی رسیدش محشری. تا مرد صحرایی عمر فاروق آمد. تازه صحرایی رسیدش محشری، آن که داد او را حیات دیگری. این چنین حشر از عنایات خداست، پارس باقی رومت الکبری کجاست. مرد صحرایی به ایران جان دمید. خدا رحمتت کنه. مرد صحرایی به ایران جان دمید، با سوی ریگزار خود رمید. نیامد اینجا حکمرانی بکنه، رفت. کهنه را از لوح ما بسترد و رفت، برگ و ساز عصر نو آورد و رفت. آه احسان عرب نشناختند. میگه حیف، اقبال میگه حیف که لطف و احسان عمر رو نشناختن. آه احسان عرب نشناختن، آتش افرنگیان بگداختن. عصر خود را بنگر ای صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر. تو ممنون کی؟ تو به کی مینازی؟ به نهضت ها؟ به مذاهب؟ به حکومت ها؟ نه. مال من سنی تنها نیست. من نیامدم بحث خدای نکرده شیعه و سنی بکنم، نه، ولی میخوام به جوونا بگم که بشناسید این شیر مردا رو، بشناسانیم این شیر مردا رو. اون وظیفه آخری است. بشناسیم و بشناسانیم. دنیا بیخبرن. من اعتقادم بر اینه اگر امروز کتابی چاپ میشه به نام یاس کبود و نعوذ بالله حضرت عمر را ملعون میخواند، اون نشناخته فاروق اعظم رو، کسی معرفی نکرده براش، از هیچ رسانه‌ای نشناخته. وگرنه کسی بشناسه اینطوری نمیگه. تو همین رأیگیری ها انتخابات یه برادری اسمشو نمیگیرم، یه کاندیدایی از برادران تشیع آمده بود مسجد ما، عزیزانی که اینجا هستن با من بودن. بعد شروع کرد، شیخی روحانی همراهش بود، شروع کرد حضرت عمر رضی الله عنه ایران رو مسلمان کرد. اولین کسی که اسلام رو به ایران آورد عمر فاروق رضی الله عنه بود. حضرت ابوبکر صدیق پدر خانم پیغمبر بود. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داماد حضرت علی بود. به بچه‌ها چشمک زدم گفتم فیلم بگیرید بابا، عجب حرفایی داریم میگین، من تا حال نشنیدم. بچه‌ها موبایلاشو روشن کردن. تا موبایل‌ها روشن شد دیدم حضرت رضی الله عنه فاروق هم افتاد، جناب عمر جناب عمر جناب عمر. سخنرانیش که تمام شد گفتم منو مسخره کردی؟ من گوشام یک چیز عجیبی شنید، از یک روحانی میشنوم میگه عمر رضی الله عنه. تا دوربینا روشن شد، تو از دوربین خدا نمیترسی؟ مردی که از دوربین بچه جوان 18 ساله میترسی؟ به خاطر به دست آوردن رأی؟ تو پس تو واقعا جزو نظامم نیستی. تو لیاقت نداری بری کرسی مجلس رو احراز بکنی. تو که امروز عقیده خودت رو به خاطر یک رأی میفروشی، فردا که آمریکا بیاد به خاطر یک پوتین آمریکایی تمام مذهب شیعه و سنی رو به باد میدی. این یه واقعیته. به جاش بیایی برنامه صحابه شناسی گذاشته بشه. بابا بچه های ما نمیخوان خداییش دیگه سیر شدن از موش و گربه. 30 سال اینها موش و گربه نگاه میکنن. یه برنامه اصلاحی میخوان، یه برنامه تربیتی میخوان، یه برنامه‌ای که جوونا بیاد اونجا اظهار نظر بکنن. و اصلا هم که نباشه، تو یه جوان وظیفت چیه؟
این کسی که یاس کبودی نوشته اگر هر سنی نه شیعه‌ای حتی این کتاب بخونه، شیعه‌ای که منصف باشه واقعا، یعنی اگر سکته نکنه بفهمید که دست خدا یارش میده. یک دانشمند ملعونی رو راه انداختن، حجت الاسلام به اصطلاح، که به بهترین افراد رسول الله و حتی حضرت عایشه زن پیغمبر رو میگه زن لوط. استغفر الله استغفر الله. اینجاست که جوان مسلمان باید فراغ که قبل شغلک، هنوز باید بری چت کنی، هنوز باید بری کنار دریا تفرج کنی. هنوز فقط باید احساساتی بشی به قول جناب شیخ، فقط تو مسجد بیای چند دقیقه بزن برو بیرون. به خدا مسئولیم، به خدا عایشه صدیقه یقه ما رو میگیرد، عمر فاروق میگیره روز قیامت، رسول الله میگیرد که من بهترین گلهای سرسبدمو فدا کردم تا تو مسلمان بشی. تو حالا این در اومدی که بری اونجا با سر و جستت بر بری، روز قیامت از اینها سوال نمی کند. روز قیامت حمزه در محضر رسول الله میاد، لباسشو میگیره بالا، جگرش پاره پاره شده. عمر میاد، سمیه تکه تکه شده میاد، خود رسول الله با چهره خونین میاد، دعای حق خواهد کرد. این چه وضعیتی است؟ بیدینی عام شده، داعیه های شیطان زیاد شده، داعیه های رحمان مرده، ابزارهای اهریمنی رو، اینترنت و ماهواره رو، حتی موبایل مرکز فساد شده. متاسفانه بانکوک آمده تو جیب تک تک جوانهای ما، الا ماشاءالله که دارن استفاده صحیح میکنن. های اقبال، خدا رحمتت کنه، چه خوب میفرماید وای قومی کشته تدبیر غیر. به من و تو میگه نه؟ خدا کنه که شعرهای اقبال خوب بفهمید وگرنه هیچ موضوعی من متوجه نشدید. میگه وای قومی کشته تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. خودشو خراب میکنه، مسائل اختلافی خودشو دامن میزنه، به جون هم میفتن. این اونو بکوب، اونو بکوب، اونو انتقاد کن، اونو انتقاد کن، این ملا از اون ملا بدش بیاد، اون ملا از این ملا، این جوان با او حسادت داشته باشه، این با اون. دیگران دارن میرن جلو، آمریکا داره منفعت میبره از اینجا. وای قومی کشته تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. میشود در علم و فن صاحب نظر، مهندسیش هم میگیره، ولی از وجود خود نگردد با خبر، از وجود خودش خبر نداره. میشود در علم و فن صاحب نظر، از وجود خود نگردد با خبر. به قول استاد ندوی وقت رفته بودن شیکاگوی آمریکا، اونها تعریف کرده بودن که ما نمیدونم مرغ‌های غیر از زنده رو زنده کردیم به آسمان پرواز دادیم. گفت شما روح را در همه آهنالات و جمادات دمیدید و اونها رو ناطق کردید، اما روح را در پیکر خود انسانیت ندمیدید و زنده نکردید. همه چیز اینجا هست ولی انسانیت نیست. آقا رفته مهندس شده، نمازشو نمیخونه، نمازشو پزشک شده، خدا رو نمیشناسه، پروفسور شده، ریش رو پروفسوری زده به اصطلاح، رب رو بالش نیست، قرآن رو از رو بلد نیست بخونه، آی از دین خبر نداره، خلفای راشدین رو بلد نیست. اینها مایه ننگه به خدا. ما نمیگیم خدای نگره کسی اسلحه برداره بجنگه، نه، بحث جنگ نیست، بحث جدال نیست، بحث آماده سازی است، بحث ریشیابی است، بحث تحقیق و تحققه.
نقش حق را از نگین خود سترد، در ضمیرش آرزوها زاد و مرد، بی نصیب آمد ز اولاد غیور. یک فرزند غیرتمند در وجود اونا پیدا نمیشه. اقبال دارید نه؟ بخونید. بی نصیب آمد ز اولاد غیور، جان به تن چون مرده ای در خاک و گور، از حیا بیگانه پیران کهن. پیرمردا معذرت میخوام، اقبال میگه پیرمردای ما و پیرزنا ما که از حیا گذشتن، پیرزاری که تازه سنش به 70 ساله رسیده ماشاءالله یک رقصی میکنه تو عروسی که جوونا بعد بشن بگه ای والله بابا. خداییش آمده بود پسر داماد عروسی اسلامی داشت، میگه مادر زنم راضی نمیشه. گفتم بگو بیاد اینجا. آمد گفتم چه خبره مادر، چرا نمیذاری بچت عروسی بگیره؟ گفت بابا این دخترم، یه دختر دارم، چندین سال به پاش نشستم قد و بالاش نگاه کردم که یک زمانی عروس بشه، سر عروسیش 7 مدل رقص هندی برقصم. حالا تو اومدی عروسی اسلامی برگزار کنی؟ خیلی از این اتفاقات داره میفته متاسفانه. از حیا بیگانه پیران کهن، نوجوانان چون زنان مشغولتن. اقبال نه؟ اون زمان اقبال نبودا، زمان اقبال آقایونی کارو نمی‌کردن. حالا میگه نوجوانان چون زنان مشغولتن. به من زنگ میزنن از هرمزگان به شدت زنگ میزنن، میگه بیا جدیدن خانما رو که بگذار آقایون زیر ابروهاشونو برمیدارن. وا ویلا، این برای زنها ناجایزه، حالا مردا برداشتن. جالب نیست؟ شلوارهای زنانه اومده، لباس پیراهن دیگه الان زن و مرد نداره. و تازه جالبتر از همین اینه که زنا موهاشون رو مردانه میزنن، آقایون خانومی میذارن. رژ لب میزنه به مقدار 70 کیلوگرم رو لباش. اگه بره صورتشون ببوسه یا بخواد صورت ببوسه، نه جلو نیا، چرا گرجه فرنگی خوردم. این وضعیت جوون ماست. درسته؟ دو جوانان خدا خیر ده. واقعا اون اوایل که من شعر اقبال میخوندم خندم میگم اقبال چی داره میگه؟ حالا فهمیدم که این فیلسوف بوده. از حیا بیگانه پیران کهن، نوجوانان چون زنان مشغولتن، در درونش آرزوها بی ثبات، مرده زایند از بطون امهات، دختران او به زلف خود اسیر، خود شوخ چشم و خود نما و خردگیر. دختران میگه شب و روز جلو آینه داره ور میرن. اقبال میگه این موشو اینطور چیز بکنه. یک آقای آمده بود، خدا گواه، یک معلمی ها آمده بود خونمون با یک دختر کوچولی تقریبا 7 سالش. قرار بود نمیدونم کجا ببره. شب خونمون این دخترش موهاش به هم خورد به اصطلاح. صبح آمد گفت که جناب مولوی، گفتم چیه؟ گفت این مامانش نیست، مامانش نیاوردم، لطف کن موهای این رو درست کن. گفتم خداییش تا حال آرایشگاه درس نخوندم، معذرت میخوام. گفت نه چیزی نیست، میخوام موهاشو خرگوشی در بیاری. گفتم باز این دیگه چیه؟ گفت خرگوشی بلد نیستی؟ گفتم نه. گفت خانمت چیه؟ گفتم خداییش بهم نرفته تا به حال. گفتم خودت درست کن ببینم چی در میاری. دیدم که بله دو شاخه کرد، به اصطلاح خودش هم نتونست، یک شاخه این طرف یک شاخه بچه کوچگاه. گفتم ببخشید نگید خرگوشی، بگید خری، چون ما خرا رو دیدیم که جور دو تا گوش دارن. اسمشو کلاس رو گذاشتی خرگوشی. آره حالا بزرگان هم این کارو کردن. بچه وقتی که 7 سال و 9 ساله هست با پلیس شورت میاد تو خونه ها، پسر دختر 5 ساله 7 ساله 10 ساله، میگه کوچیکه بذارش. وقتی این بزرگ شد اگر تو با توپم رو سرش بایستی بگو چادر سرش کن، چادر سرش نمیکنه دیگه. عادت کرده، یلری تلری شده، به زور میخوای. وقتی کوچیک هست بچه هست، مرده زایند از بطون امهات، دختران او به زلف خود اسیر، شوخ چشم و خودنما و خردگیر، ساخته پرداخته دلباخته، ابروان مثل 2 تیغ آخته، ملتی خاکستری او بیشرد، صبح او از شام او تاریک‌تر، منعمان او بخیل و عیش دوست، غافل از مغزند و اندر بند پوست، قوت فرمانروا
قوت فرمان روا معبود او، در زیان دین و ایمان سود او. از نیاکان دفتری اندر بغل، قرآنی اندر بغل. از نیاکان قرآنی اندر بغل، الامان از گفته های بی عمل. چیزی که حضرت استاد اول اشاره کرد. تو مسجد هیاهو رفتیم بیرون، خدا حافظ، مسجد خدا حافظ، دین خدا حافظ. این چه به درد میخوره؟ پس باید برگردیم، درست بشیم، اصلاح بشیم. وقت نباید معطل بشه. یکی از علما و دانشمندان میگه وقتم گذشت، میگه اگه یکی جیبشو پر از طلا بکنه کنار خیابون یک سر بریزه و بره، به مراتب کمتر ضرر کرده از کسی که وقتشو کنار خیابونا میگذرونه. 2 ساعت 2 دقیقه حتی وقت ما نباید بگذره. پس فراغت قبل از شغلک، فراغت خود را قبل از اینکه مشغول بشی به آخری که وقت عزیزان نگیرم، حیاتک قبل موتک، خلاصه زندگی خودت را قبل از مرگت غنیمت بشمار. از این زندگیت قبل از این که از دستت بره، ای دوست از محبت دنیا کنار شو، از این گذر به درگاه پروردگار شو. عمرت کثیر نیست و غافل چرا شدی، ناگه اجل درآید گوید سوار شو. کو حشمت سلیمان، کو سهولت سکندر، کو بام و قصر و قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سردفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی. مادر کجا پدر کو، دختر چه شد پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تو آنچنانی. قافله رفتند و ما هم می رویم. هر سالی بالای 30-40 هزار نفر تو ایران فقط تو سوانح رانندگی می میرن. تو جزیره ای یه بار یه سونامی بیاد، خدا نکرده، خدا نکنه دیگه نمیگذره دور کن نام نماز توبه بخونی، 200,000 نفر رو در اقیانوس هند نبرد. کیا سالم موندن جوونا؟ جواب بدین. کیا سالم موندن؟ اونهایی که تو مسجد بودن. این یه معجزه از خدا نشون داد. اونهایی که تو مسجد موندن و سپس حیوانات. این دوتا حیوانات قبل از اون چند روز کوچ کرده بودن رفته بودن و انسانهایی که داخل مسجد بودن مثل شما که جون نمیخورید این همه ساعت گذشته. پس این زندگی رو غنیمت بشمارید، در راه دعوت به اسلام، در راه ترقی خودتون، در راه پیشرفتتون. احترام به علما. اگر صحابه نمی آمدند، من و شما مجوس بودیم امروز، نه؟ اونها هم زن و بچه داشتن. اگر ما نریم، دیگران به همون حالت باقی میمونن. باید حرکت کنیم، بریم به جلو. روز قیامت اون دختر آمریکایی سوال خواهد کرد که بیچاره من یه فیلم سیکس و سوپر درست کردم، بلا فاصله به ایران صادر کردم، گفتم این فیلم جدیده. یه شامپو عکسمو کشیدم، یه صابون عکسمو کشیدم، ولی تو یه بار نشده که یک نامه بنویسی بگی بیا محمد رسول الله رو بشناس. کردی این کارو؟ کردم این کارو؟ عرق بر جبین میشی. ولیکن خدا رو سپاس میگم، یک بیداری عجیبی تو جوانای ما بیدار شده. گفتم من برای 3 شب رفته بودم زاهدان و کوهون و بسلا سرباز و خاش. 3 شبان روز است. اینقدر جوانها هر جا میرفتیم جلوی ماشین رو میگرفتن. باید یه شب اینجا یه شب اونجا. مملو این چه جویتی؟ این چیه؟ این محبت به دینه وگرنه چیزی دیگه نیست. تو چهره من ماهی ندیدن و امشب که این همه جوان اومده اینجا، بیرون داخل همه جا ایستادن. اینجا کسی پول خرج نمیکنه و پول کسی به کسی نمیده. این عشق و علاقه به دین شما رو اینجا رسونده. خدایا تو گواه باش که این همه جوان برای رضای تو آمدن. روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه‌ای، ما نیز حاضر میشویم، عمر فاروق در بغل انشاءالله. بنابراین من بیش از این مصدق اوقات شما جوانان نمیشم. واقعا خوشحال شدم که خدای متعال چنین توفیق رو داد تا برای اولین بار در جزیره قشم، در این جمع مردم دریادل، جوانانی که سخاوتشون به مثل شعاع آفتاب
دلشون به اندازه دل دریا، تواضعشان به اندازه سطح زمین، گرمیشان به اندازه گرمی بالاخره خدای متعال. بالاخره اگر غلوب نکرده باشم بسیار خوشحال شدم که در جمع شما قرار گرفتم و دقایق رو صحبت کردم، گرچه که خسته بودم واقعا. بعد که ایستادم دیگه خستگیم بیشتر شد، وگرنه مطمئن باشید که به این زودی شما رو ول نمی کردیم. ما اینقدر زنگ میزنن جوانان و هرمزگان که دیگه حساب نداره خدا قسم. ولیکن بسیار خوشحالم از این نظر و بسیار متاسفم که نمیتونم خدمت عزیزان برسم، چون که اینجا علمای خوبی دارید. جناب شیخ عبدالمنعم اینجا تشریف دارن، دیگه نیازی واقعا برای ماها نیست اینجا حرف بزنیم. جناب شیخ محمد صالح پردل خطیب برجسته هرمزگان در اختیار شماست، از اینها استفاده بکنید. علما رو نگذارید خدایی نکرده مورد استفاده قرار نگیرن. مثل آب جاری خیز و این دریا به جوی خیش بند، هر زمان خود را به دریا در فکن تا روان رفته باز آید به تن. ای برادر جز به راه حق مرو، ناامید از رحمت عامی مشو. تو ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفی است. حالا قبل از اینکه از محضرتون خداحافظی بکنم چند تا قولم باید ازتون بگیرم، وگرنه بیکار نبودیم این همه چند هزار کیلومتر رو. نماجمات شروع میشه.